درود دوستان. ببخشید که معطل میشید. منتظر خانم محبوبی هستیم. نتونستن بپیوندن به ما همچنان منتظریم. فکر کنم یه مشکلی دارن برای اینکه جوین بشن. مرسی از همه دوستانی که همراه ما هستن و دارن توی این لایو در واقع با ما همراه هستن. ممنون میشم از همتون که اگر این لایو رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. ما امروز در مورد مسئله اعدام ها مخصوصا در بلوچستان صحبت میکنیم و این که در واقع این اعدام ها چه تأثیری بر خانواده قربانیان داشته و در واقع میذاره و در واقع افزایش آمار اعدام ها در بلوچستان. خانم در واقع شیوا محبوبی خودشون هم روانکاو هستن، فعال حقوق زنان هستن و سخنگوی در واقع کمیته آزادی برای زندانیان سیاسی هستن. من ممنون میشم اگر خانم محبوبی اینجا هستن و لایو ما رو میبینند، اگر میتونن خودشون درخواست بفرستن، چون من براشون در واقع درخواست میفرستم نمیشه. دوباره تلاش میکنیم، امیدوارم که این دفعه بشه. مرسی که با ما هستید و منتظر میمونید. بله فکر کنم، امیدوارم البته. سلام، ببخشید نه خواهش من با میکنم. مرسی. کامپیوتر اومده بودم، برای همین وصله میشدم. نه خواهش بیشتر برای میکنم. مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما سلام شیوا جان. میکنم. امیدوارم که خوب باشید. مرسی از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و همراه ما هستید امشب. خواهش میکنم. من خیلی دوست دارم که در واقع خودتون اگر میخواید یه سلام احوال پرسی با دوستان داشته باشید. من یکم صحبت کردم که گفتم در مورد اعدام ها صحبت میکنیم. بعد از اینکه شما حالا سلام احوال پرسی با دوستان داشته باشیم، بعد اگر اجازه بدین با هم دیگه بریم شروع بکنیم. با اجازه شما. حتما سلام میکنم خدمت شما عزیزان. خیلی ممنون فریبای عزیز، اولا برای همه تلاشات و برای اینکه منو در این برنامه داری. موضوع خیلی مهمیه و امیدوارم بتونیم همیشه در رابطه با این موضوع، مثلا ابعاد مختلف، فقط اعدام نیست، بله. در رابطه با بلوچستان صحبت کنیم. خیلی هم خوشحال میشم که عزیزانی که اینجا هستن اگر نکته‌ای دارن بتونیم اینجا اونام در واقع اینستا رو اینستا خودشون ببینن و صحبت کنن. صدای من رو دارین؟ خوب؟ بله صداتون خیلی عالی هستش. مرسی از شما شیوا جان. من حالا یک معرفی از شما میکنم، ولی دوست دارم حالا بعدم که شروع کردیم خودتونم در مورد فعالیتاتون یه ذره بگین. شیوای عزیز فعال حقوق زنان هستن، روانکاو هستن و در واقع سخنگوی کمیته آزادی برای زندانیان سیاسی هستن. شیوا جان همونطور که خودتون هم گفتید، حالا مبحث به صورت کلی امروز ما در مورد اعدام ها صحبت میکنیم، ولی در واقع مسئله‌ای که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم هستش که این افزایش اعدام ها و در واقع فشاری که بر خانواده قربانیان هستش در بلوچستان مخصوصا. البته که مسئله اعدام توی کل ایران خب به شکل خیلی وحشتناکی همینجور رو به افزایش هستش، طوری که در واقع سازمان عفو بین‌الملل هم گزارشی که داده بود 2 برابر شدن در واقع اعدام ها در ایران. و مسئله دردناکتر این هستش که این اعدام ها خب در بلوچستان نسبت به مردم بلوچستان خب خیلی بیشتر هستش، که گزارش عفو بین‌الملل هم همین بود که در واقع بیشترین این اعدام ها مال اقلیت بلوچ هستن و خب یک آماری حدوداً 30% رو میگیم و خب ما میدونیم که جمعیت مردم بلوچ در ایران، ساکن ایران، حدود 5 تا 6% از جمعیت ایران رو تشکیل میده، ولی خب بیشترین آمار رو در واقع اختصاص داده شده به مردم بلوچستان. مسئله‌ای که وجود داره در مورد، علاوه اینکه خب ما هفته گذشته شیوا جان در واقع روز جهانی نه به اعدام رو داشتیم، مجازات با اعدام داشتیم و ما میدونیم که
مسئله فقط اعدام کردن یک شخص نیستش. وقتی که یک شخص اعدام میشه چندین خانواده تحت تاثیر قرار میگیرن و توی بلوچستان با توجه با این اون در واقع مسائل در واقع فشار مضاعفی که میدونیم در همه جای ایران هستش، ولی توی بلوچستان اون فشار و ستم از سمت جمهوری اسلامی در واقع مضاعفتر هستش. اون فقر سیستماتیک، تبعیض سیستماتیکی که وجود داره، خانواده هایی هستن که در فقر مطلق زندگی میکنن. حالا ما در ادامه به نمونه مثال میزنیم، ولی من میخوام که در واقع شما خودتون به عنوان یک روانکاو، ما مثلا وقتی در مورد بلوچستان حرف میزنیم میگیم که اعدام هایی که میشه از روی فقر، شاید خب خیلی یا بگن که خب این فقر ممکنه در همه جای ایران باشه. ببینید بحثی که من دارم اینجا بحث این مقایسه کردن رنج نیست، چون رنج هر انسانی به اندازه کافی برای خودش بزرگ هستش، ولی این مسئله این ستم توی بلوچستان کاملا متفاوت هستش. یعنی فقر، امروز هم من داشتم یک در واقع گزارش رو داشتم نگاه میکردم از در واقع مرکز آمار ایران بود که در واقع درباره نحوه توزیع درآمدها در سال 1401 بود. 80% مردم بلوچستان نوشته بود در واقع در فقر مطلق زندگی میکنن و 50% کودکان در سیستان و بلوچستان سوء تغذیه دارند و خب این رقمی هستش که خودشون در واقع دارن میگن. خب توی این شرایط وقتی که میدونیم توی بلوچستان یک شخص در واقع نانآور چندین خانواده هستش و جمهوری اسلامی، من این مسئله رو میخوام که شما بیشتر در موردش صحبت بکنید، در تمام این سالها در واقع با انسان زدایی کردن از انسان بلوچ، با در واقع کلیدواژه هایی مثل تروریسم، مثل ترور و در واقع در مثل قاچاقچی سعی کرده انسان زدایی بکنه از مردم بلوچستان و در واقع اون حساسیت جمعی رو نسبت به اعدام ها در بلوچستان کم بکنه و واسه همینه که وقتی یک شخص بلوچی اعدام میشه و خب میگن میپرسن جرمش چیه، میگن خب مواد مخدر، اما نمیدونن علت این مسئله چیه. حتی اون جرم ها اصلا ثابت نمیشه و نمیدونن علت این از کجا میاد و وضعیت اون افراد در واقع وضعیت اون جامعه به چه شکل هستش. من میخوام به شما بیشتر از اون مبحث هم روانکاوی هم این مسئله رو توضیح بدین که اون در واقع ستم چند لایه رو در واقع در مبحث اعدام ها اگر میشه توضیح بدین و با توجه به اینکه خود شما هم توی این مسئله دارین کار میکنین، تو بحث در واقع سه‌شنبه‌های نه به اعدام شما دارین و میدونین که در واقع این آمار چقدر توی بلوچستان متاسفانه بیشتر از جاهای دیگه هستش. خب ببینین خیلی لایه های مختلفی داره موضوعی که شما میگید. خب خود من زندانی سیاسی سابق بودم، طبعا دوستام اعدام شدم. این پروسه قانونی برای هیچ کسی وجود نداره به طور واقعی. ولی وقتی اگر اجازه بدین فریبا جان، من این گوشیمو وصل کنم چون صدام برمیگرده. یه لحظه بهم اجازه بدین، شما بفرمایید ادامه بدین. نه خواهش میکنم. بله، مسئله که هستش ببینید همین، من خیلی دلم میخواد ما در مورد همین صحبت بکنیم که در واقع ما چطور چی کار بکنیم که یک حساسیت جمعی رو به وجود بیاریم در مورد این مسئله که جمهوری اسلامی در تمام این سالها چون میدونسته در واقع اعدام یک انسان بلوچ هیچ هزینه سیاسی براش نداره، یعنی فرقی هم نمیکنه اون شخص در واقع فعال سیاسی باشه یا اینکه مثلا اتهامی که اونها میزنن، یعنی در واقع خیلی موقع این اتهام ثابت نمیشه، میگن مواد مخدر و با این اتهام ها در واقع سعی میکنه اون بار مسئولیت خودش رو کمتر بکنه، حساسیت جمعی رو کمتر بکنه، در صورتی که ما میدونیم در واقع مافیای مواد مخدر خود سپاه هستش، یا مثلا وقتی سوختری کشته میشه ما میدونیم مافیای سوخت خود جمهوری اسلامی هستش، اما میاد مثلا با عنوان مبارزه با قاچاق سوخت، قاچاق مواد مخدر به انسانها شلیک مستقیم میکنه یا اونها رو به زندان در واقع میافکنه و بعد در اونجا اعدام میکنه با این نامها. ما چیکار میتونیم بکنیم در واقع این حساسیت جمعی رو ایجاد بکنیم و هر کدوم از ما به نوبه خودمون در واقع چه سهمی داریم برای افزایش این آگاهی؟ ببینین من اینجوری بگم بهتون، وقتی که ما نگاه میکنیم به وضعیت به همون میزان، وقتی که نگاه میکنیم به اعدام، از شاید یه تصویر بزرگتر شروع کنیم. وقتی شما نگاه میکنین
جمهوری اسلامی به راحتی زندانیان رو با جرایم مواد مخدر اعدام میکنن. من میگم به راحتی به خاطر اینکه هر روز این اتفاق میفته. ما نمیبینیم تو اخبار تمام این آمار رو، اما هر روزه اتفاق میفته. چرا؟ چون به طور عموم یک در جامعه شاید یه نوع تفکری به طور عموم وجود داره و جمهوری اسلامی سعی میکنه این رو بیشتر تقویت بکنه و اون هم اینه که کسی که به جرم مواد مخدر و حتی قتل دستگیر شده حقش اینه که اعدام بشه. شما نمیبینید کمپینی باشه، کارزاری باشه حمایت از حق زندگی انسان ها. چون خود ما میدونیم کسی که دست به قتل زده، کسی که مواد مخدر هم کرده، دلیل داره این کارو کرده. هیچکی از خواب پا نمیشه بگه من امروز میخوام برم یکی رو بکشم. حالا این موضوع شما به طور کلی در نظر بگیرید. الان وقتی تو جایی مثل بلوچستان این مسئله صورت میگیره، از قبل به یه معنی هیچ گونه صدای بلوچستان منعکس نشده. ما در طول مدت زن زندگی آزادی توجه ها به بلوچستان کشیده شد، اونم به نظر من به خاطر اینکه مردم بلوچستان اون مقاومت کن اعتراض رو نشون دادن و هیچ کس نمیتونست مردم بلوچستان رو نبینه. چون من میخوام اینو بگم، همیشه یه جوری وانمود میشه انگار هیچ اعتراضی در بلوچستان وجود نداشته. اعتراضی که در طول زن زندگی آزادی اتفاق افتاد به ناگاه نبود، یک شبه نبود، یک مقاومت و خشم و اعتراضی بود که همیشه وجود داشته. حالا منعکس نشده یا به صورت تظاهرات خیابانی نبوده. این نیست که آدمی که خودش در فقر، آدمی که شناسنامه نداره، نمیدونه بی حقوقه، به این شکل نیست به هیچ عنوان. اما صدا مطرح نمیشه. از طرف دیگه وقتی این رو خیلی بیرودرواسی بگیم، واقعیت رو نگاه میکنیم، چند درصد از رسانه‌های فارسی زبان دارن وضعیت بلوچستان رو مطرح میکنن؟ یعنی وقتی که نگاه میکنین، خب این به وسیله اقشار و افکار مختلف این مسئله برده میشه. خب بلوچستان فقط مواد مخدر دارن حمل میکنن، یا اینکه تجزیه طلبن، یا اینکه اینا تروریستن، اینها رو میزنن. هرچند خوشبختانه بعد از مخصوصا زن زندگی آزادی خیلی ها به نظر من بیشتر، اونایی که هم حتی نمیدونستم بیشتر چشماشون باز شده. ولی حتی همینجا فریبای عزیز، واقعا چند درصد از گزارشات از زندانهای بلوچستانه؟ من در کمیته آزادی زندانیان سیاسی که فعالیت میکنم شاید بگم 18 سال این کمیته داره فعالیت میکنه. خیلی یکی از چالش‌های ما اینه که از زندان‌های شهرستان‌های مختلف ما گزارش زیادی نمیگیریم یا خیلی گزارش کمی میگیریم. این به این دلیل نیست که اعتراض وجود نداره، بی‌حقوقی وجود نداره، شکنجه وجود نداره، ولی به نظر من جمهوری اسلامی آگاهانه داره این کارو انجام میده و داره انگشت میذاره رو یه سوختبر، همونطور که دو کردستان رو کولبران میذاره. ولی خب یه مقدار وضعیت کردستان که خود من از اینجا هستم یه مقدار متفاوته، ولی که دقیقاً داره این کار رو میکنه. چرا؟ از یک جنبه شاید بگم، من نمیگم همه، ولی تعدادی هستن که میگن خب طرف قاچاقچیه، این کلمه رو به کار میبره. خب معلومه یکی کشته و به همین دلیل جمهوری اسلامی استفاده میکنه. حتی کلمه تجزیه طلب که حتی برخی استفاده میکنن یک کلمه منفیه. کسی که حتی خواستار استقلال باشه فرق میکنه. نمیگن استقلال طلب، میگن تجزیه طلب. یک کلمه با بار بسیار منفی دارن به کار میبرن و آگاهانه دقیقاً. خب اینو ما از زمان شاه شاهد بودیم که همین مسئله تجزیه طلب رو میگفتن و همین الانم. یعنی منظورم اینه وقتی که به همون صورت نگاه میکنین وضعیت بلوچستان، این مردم قراره در فقر نگه داشته بشن. دومین استان بزرگ ایران که معادن طلا داره، که همون آدمایی که هیچ سهمی از اون ندارن دارن تو اونجا کار میکنن ولی سهمی ندارن. اصولاً باید این مردم فقیر و محروم نگه داشته بشن و در نتیجه به همون میزان اعدام هایی که صورت میگیره بیشترین اعدامه، ولی به هیچ عنوان منعکس نمیشه. بعد یه بخش دیگه هست، جمهوری اسلامی به نظر من آگاهانه، هرچند به نظر من مقداری ناموفق بوده، میخواد اینا رو از هم جدا کنه. قرار ما مردم همه با هم دیگه در ایران نباشیم، قرار استانهای مختلفی باشیم که بتونیم به فکر فقط خودمون باشیم. در حالی که خیلی برام جالب بود زمان زن زندگی آزادی وقتی مردم در بلوچستان تظاهرات میکردن، مشخصا زاهدان،
خواستار آزادی سپید قلیان بودن، حمایت میکردن از دقیقاً. بخش‌های مختلف دقیقاً. جامعه. در نتیجه وقتی شما میگین اعدام، به همون دلیل در اون مناطقی که محروم نگه داشته شده، باید بگم در همون مناطقی که جمهوری اسلامی سعی میکنه به شدت سرکوب کنه، طبعا اعدام‌های بیشتری صورت میگیره. ولی من فکر میکنم اون اعداما حتی چند درصدش هم حتی منعکس نشده به معنی، و این دقیقاً. تاثیر داره. 100% همینطوره. حالا یک نکته‌ای که من اینجا میخوام اشاره کنم، مرسی شیوا جان، من خیلی موضوعی خیلی مهمی هم شما گفتید، همون بحثی هستش که حالا جالبه مثلا بیشتر این اعدام هایی که در واقع داره صورت میگیره مثلا توی در واقع 6 ماه نه، این در واقع در همین از اوایل 2024 تا الان، یعنی در واقع گزارش هایی هست که حدود 63 نفر اعدام شدن از اوایل 2024. من توی همین ماه گذشته که حساب کردم حدود بیشتر از 20 نفر اعدام شدن توی یک ماه گذشته توی بلوچستان، و بعد همشون هم که نگاه میکنی اتهام ها مثلا مواد مخدر هستن، ولی وقتی گزارش ها رو داریم میخونین نه در واقع دادرسی عادلانه داشتن، نه در واقع وکیل داشتن، و حتی مثلا ما زندانیایی داشتیم که ببینید وقتی بحث مثلا سیاسی هم میشه، مثلا مردم توی شهرهای دیگه وقتی که میگن مثلا این زندانی سیاسیه، حساسیت جمعی نسبت به یک زندانی سیاسی بیشتره، اما متاسفانه همون حساسیت جمعی رو نسبت به زندانی بلوچ در بلوچستان نداریم. چرا؟ چون زندانی سیاسی بلوچ رو جمهوری اسلامی تروریست، یا به قول شما همون کلیدواژه‌ای که به کار میبره تجزیه طلب که بار منفی داره، اون رو به کار میبره که افکار عمومی که خب بگن خب این سیاسی بلوچ ها یا تروریستن یا تجزیه طلب هستن، اگرم مثلا خب از اون طرف نشد نتونست، میاد مثلا مواد مخدر میزنه، قاچاقچی، خب قاچاقچی برای سلامت جامعه در واقع خطر داره، اینجوری میخواد مثلا در واقع اون هزینه خودش رو چیز کنه، کمتر کنه. ولی مسئله‌ای که وجود داره شیوا جان این هستش که بسیاری، همونطور که گفتم، بسیاری از این افراد بدون داشتن حتی وکیل، بدون دیدار آخر، و خیلی ها حتی مثلا دادگاه نرفته یا حتی احکامشون شکسته بوده، همین یا کسانی که مثلا به جرم مواد مخدر در واقع اعدام میشن، در واقع این احکام در موردشون ثابت شده، و بسیاری افراد هستن که حتی هیچ گونه موادی ازشون گرفته نشده، اما و هیچی هم بهشون ثابت نشده، و اینقدر اون خانواده در شرایط سختی بوده که حتی نتونسته وکیل بگیره مثلا برای اون عزیزش. ما نمونه در واقع هفته گذشته یه ویدیو منتشر کردیم از یک زن بلوچی که شوهرش در واقع به اتهام مواد مخدر، یعنی در واقع یک اتهامی که بدونی که حتی بهش ثابت بشه، بدونی که اون قبولش بکنه و تحت شکنجه مجبورش کردن، در واقع اعدام شده بود. من خیلی دلم خواهد حالا یک گذری به این بزنم به زندگی این زن، و که من علت این که این رو مثال میزنم و علت این که ویدیو این زن رو گذاشتیم به خاطر اینکه نشون بده این یک نمونه کوچیکی از وضعیت تمام اکثریت در واقع زندانیان و اعدامیان و خانوادهشون هستش. یک خانواده‌ای که همسرش از فقر و نداری بلند میشه که مثلا بره اصفهان کارگری بکنه. یعنی اینو میخوام بگم، بسیاری از نوجوانان و جوانان ما، مخصوصا کسایی که شناسنامه ندارن، مجبورن برای کارگری به شهرهای مجاور، به استانهای مجاور میرن، و بعد مثلا همسر این خانم بلند میشه به خاطر بیکاری میره که بره اصفهان کارگری کنه، در حالی که مثلا یک بچه کوچیک داشته و یک تازه خانمش هم 1 ماه حامله بوده، و بعد این توی پلیس راه ظاهرا توی راه این رو میگیرن، تو کیسه برنجی که بوده میگن مواد پیدا کردن، و خب این بنده خدا اصلا قبول نمیکنه، مثلا رو هم خبر نداره مثلا، ولی به جای اینکه حالا راننده اتوبوس در واقع مؤاخذه بشه، این شخص خب کس و کاری نداشته، و خانم تعریف میکرد، میگفتش که من وقتی به شوهرم گفتم که تو چرا همچین چیزی رو قبول کردی، میگفتش که منو با یه دست آویزون میکردن و زیر شکنجه مجبورم میکردن که قبول بکنم، تحت شکنجه بودم، ولی توی دادگاه هزاران بار همسر من گفته که این مواد مال من نیست. و در جایی تعریف میکنه، میگه که من میرفتم با پای پیاده از خونه ما تا مثلا زندان، راه درازی بود و من حتی کرایه اتوبوس رو نداشتم که برم به زندان، و با پای پیاده میرفتم
میکردم و میگفت حتی قاضی به پرونده نگاه نمیکرده، التماس میکردم و به من میخندیدن حتی. و خب این زن بعد از اینکه در واقع همسرش اعدام میشه حتی اینقدر فقیر بوده، یعنی من خودم تا قبل از اینکه به حرف این زن گوش بدم من نمیدونستم همچین چیزی وجود داره. میگفت همسر من وقتی که جنازش رو از تو سردخونه تحویل گرفتم دیدم که گردن همسر من انگار جای بریدگی روی گردن همسر منه. و بعد گفتش که این چون با 2 نوع طناب زندانیان رو اعدام میکنن، میگفتش که اگر پول طناب نرم نداشته باشی زندانیان رو با طناب سفت اعدام میکنن و این خانم این پول رو نداشته که بده پول طناب نرم و میگفتش که گردن همسر من رو با طناب سفت اعدام کرد. فکر کنید خانواده‌ای که حتی پول طناب نرم ندارن و به این شکل در فقر هستن. 2 تا فرزندش مثلا افسردگی گرفتن، پسر 18 سالش الان چندین سال میگذره افسردگی داره، دخترش ناراحتی قلبی پیدا کرده. حتی اینقدر توان مالی نداشت که بتونه دختر خودش رو در واقع پیش پزشک ببره، یعنی خیرین بهش کمک کردن که این فهمید دخترش ناراحتی قلبی داره. این حجم از فقر هستش و اتفاقات بعدی که واسه این زن میفته. و حالا این زن کیه؟ این زن کسیه که سواد نداره، حالا چون شناسنامه نداشته نتونسته درس بخونه. وقتی که سواد نداشته باشی هیچ کاری نیست، اصلا کار واسه توی بلوچستان نیست. و شما فکر کنید سرنوشت این 2 تا بچه و این زن بعد از همین همسری که با کارگری خرجشون رو در می آورده چی میشه، یعنی چه فشاری بر روی این اعضای خانواده واقعا وارد میشه. و میگم اینقدر داستان این زن دردناک بود، من واقعا خودم تا 2 روز گریه میکردم وقتی صدای این زن رو شنیدم، وایسش رو اولین بار شنیدم. من میخوام که شما از همون جنبه روانشناسی یا روانکاویتون در واقع این آسیب ها رو بررسی بکنید، از اینکه چه اتفاق برای خانواده ها میفته. این فقط یک نفر نیست که اعدام شده. خانومه میگفت من بعد از فوت همسرم، اعدام همسرم، هر روز آرزوی مرگ میکنم. اینقدر وضعیتشون وحشتناک هستش. دقیقاً. و من واقعا توصیه میکنم همه همین ویدیو رو که روی اینستاگرام خود شما هست ببینن، چون درست میگین، ما میشنویم که اعدام ها هر روز این تعداد اعدام میشه ولی یادمون میره چه زندگی و آرزوهایی پشت این هست، چه کسانی تحت تاثیر قرار میگیرن و یعنی اون آدم با تحقیر به دنیا میاد و حتی کشتنش هم با تحقیره. قرار پول طناب دارش رو بده برای کاری که اصلا جرمی در واقع. دقیقاً. و بعد من چیزی رو که میخوام بگم، شما وقتی که به داستان همین خانم شهلا گوش میکنین یعنی فکر کنین میگه که وقتی که حکم همسرم رو گرفتم من حامله بودم، فکر کنم با دخترش 1 ماه حامله بودم. خب شما فکر کنین وقتی که اون آقا رو 27 ساله بوده دستگیر میکنن و میبرن اونجا، خب فقط 1 نفر نیست. اولا نه تنها تأثیر داره به عنوان نانآور خانواده، یعنی اینکه اون خانواده فکر میکنه من قراره از کجا بتونم شکم بچه‌هامو سیر کنم. همون بچه‌ای که تو شکم مادرشه استراب اون مادر رو میگیره، از همون لحظه استراب اون مادر رو میگیره. و معمولا بچه‌هایی که بالاخره تو شکم مادرشون هستن و مادرشون به شدت مضطربه به خاطر هورمونایی که ترشح میشه، بچه کلا بچه‌ای میشه که به شدت حساسه به چیزهای مختلف، به صدا، به شکل میترسه به یه معنی اگه بخوایم به کلمه چیز بهش بگیم. و خب اونو در نظر بگیریم. گفته پسر دارم. من این نمونه رو میگم به خاطر اینکه این نمونه یعنی میلیون ها نمونه و اتفاقا عینی تره. یه پسر گفته پسر داشته 4 سالش بوده، بچه‌ای که نگاه میکنه پدرشو ازش گرفتن، این پدر قراره براش الگو باشه، قراره بهش یاد بده چجوری زندگی کنه، پدرشو گرفتن. یعنی اینکه در فقر زندگی میکنن، خونه به خونه میرن، جایی برای زندگی ندارن، مادرش صبح تا شب داره گریه میکنه، مستاصل به طور واقعی. و این بچه 4 ساله، میخوام تاثیرشو بگم، یاد میگیره که هیچ وقت به مادرش نگه نیاز من چیه. تو خیلی از بچه ها حتی یاد میگیرن نگن ناراحتیم، چون نگران مادرشونن، برای همین تو خودشون نگه میدارن. اون بچه فوری بزرگ میشه، خیلی سریع، بچگی نمیکنه، همونطور که شما گفتین از همون بچگی دپرس میشه،
چون ببینین حس ناتوانی، حس عدم کنترل، حس این که شما مهمترین فرد زندگیتون پدرتون یا مادرتون رو ازتون گرفتن و نمیتونین کاری براش بکنین، یک خشمی رو برای شما وجود میاره. اون خشم رو قراره چیکار کنین؟ یه بچه 4 ساله قراره اون خشم رو چیکار کنه؟ خود شهلا مادره قراره چیکار کنه؟ اگه بره تو خیابون تظاهرات کنه، خودش گفته رفتم به مقام های قضایی، هیچ کسی هیچ چیز نکرده، مدرک بردم، گفتم همسرم در واقع بیگناهه، یعنی خودش کاره وکیلم انجام داده. دقیقا. خب این آدم با این همه درد و بدبختی قرار مدافع همسرش هم بشه. و از اون ور خب شما وقتی که نگاه میکنین اون خشم قرار کجا بریزه؟ اگه بره تو خیابون مثل همون جمعه خونین همه رو به تار میبندن و هزار تا بلا سرشون میارن. در نتیجه طبعا این تأثیر نه تنها تو خود مادره داره، تو خود بچه ها داره، بلکه این بچه بزرگ میشه، قرار رابطه برقرار بکنه، دوستی داشته باشه، با همین خشم و استیصال و ناتوانی و بی‌عدالتی بزرگ میشه که در گلو خفه میشه، نمیدونه چی کارش بکنه. وقتی که شما میدیدین تو همون جمعه خونین این بچه ها و جمعه های دیگه پا برهنه داشتن، ببخشید من یه ذره سرما خوردم، پا برهنه داشتن تظاهرات میکردن، ببین این بچه با محرومیت چشماشو باز کرده به محرومیت و در نتیجه چه کار باید بکنه؟ چه جوری قراره تو اون جامعه زندگی کنه؟ خب ولی این به این خانواده که محدود نمیمونه. به این خانواده محدود نمیمونه. خب اون خانواده با جامعه تماس پیدا میکنه، اون ناراحتی که داره، اون خشمی که داره، اونی که دیگه اعتماد نمیکنه ارتباط بگیره با آدمای اطرافش. چرا؟ چون وقتی بابامو بردم زندان هیچکی کاری نکرد براش، وقتی مامانم از فقر گریه میکرد هیچکی کاری نکرد براش، پس من چطوری میتونم به این بزرگسال اعتماد بکنم؟ اون بچه بزرگ میشه و یاد میگیره به هیچ کسی اعتماد نکنه و فقط به خودش اتکا کنه، یاد میگیره چجوری ارتباط نگیره و این تأثیرات فوق‌العاده‌ای روی شکوفایی ذهن و کلا روش رفتاری بچه داره. خب این بچه تو جامعه است، با آدمای دیگه در تماسه، همینجوری نگاه کنین تکثیر میشه، همینجوری هر خانواده این تروما رو، این وضعیت رو با خودش هم میکنه میبره تو جامعه. شما وقتی که نشستین، همین الان شما صحبت کردین، شما شهلا رو فکر نمی کنم شخصا بشناسین، من نمیشناسم، ولی وقتی گوش میدم به داستانش عمیقا ناراحتم، عمیقا خشمگینم، پس اون تروما به منم منتقل میشه، به یه معنی منم اینم با خودم رو هم میکنم، فردا ممکنه عصبانی بشم نخوام هیچکی رو ببینم. من اینو تو روش رفتاریش فقط میگم، چون ببین واقعیت اینه وقتی آدم تو فقر زندگی میکنه به اینا فکر نمیکنه، به هر دری میزنه بتونه بچه‌هاشو سیر بکنه. بعد فردا اون بچه قراره چی کار بکنه؟ مخصوصا اگر شناسنامه هم دیگه نداشته باشه، حالا به اون میپردازیم، قراره این بچه چی کار بکنه؟ نمیتونه خشمشو بروز بده، نمیتونه اعتراض بکنه چون میکشنش، کار ممکنه نباشه، چی کار باید بکنه؟ قراره چی کار بکنه؟ من دارم میگم که حتی اونی که حتی فرض کنید میره اصلا آگاهانه مواد مخدر میفروشه، به نظر شما چرا این کارو میکنه؟ ببین هیچکی از خواب بیدار نمیشه صبح بگه من میخوام اینو بکشم این آدمو، یا میخوام برم مواد مخدر بفروشم. من خودم سالها با کسانی که معتاد به مواد مخدر بودن و حتی قتلی صورت دادن کار کردم و واقعا دیدم چه استیصالی توشون وجود داره و چه جوریه، ولی فرقش اینه تو این جور کشورها درمان بهشون داده میشه، نمیکشنش. ولی تو شرایط جمهوری اسلامی وقتی که سپاه پاسداران مواد مخدر رو وارد میکنه قرار یکی رو انگشتنما بکنه بگه این فرد بوده و به همین دلیل قرار قربانی رو از بین ببره که بگه که این مواد مخدر اینجوری بوده، در حالی که خودتون میدونین کی میتونه مواد مخدر وارد کنه غیر از خود رژیمیا و مسئولین سپاه پاسداران. یعنی منظورم اینه گاهن آدما میگن که فقر در بلوچستان، اعدام در بلوچستان، من حالا رو بلوچستان حرف میزنم به طور کلی، فکر نمی‌کنن شمایی که در حتی یه استان دیگه زندگی میکنین، حتی یه جای دیگه دنیا زندگی میکنین،
تحت تاثیر قرار میگیرین. اگه میخواین خودتون مورد اون بی‌عدالتی قرار نگیرین، خب باید یه کاری بکنین در رابطش. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی، نه متاسفانه، عمدن این کارو میکنه، مرتبا جدا میکنه. یعنی منظورم اینه تاثیر این مسئله بر روی کودکان، بر روی خانواده بسیار عمیق‌تر از اون چیزی هستش که فکر میکنیم. دقیقا همینطوره. دقیقا من مثلا حالا یه خط آخر این قسمتی از این حرفای در واقع شهلا رو میخونم. اصلا نوشته بود که بعد از اون زندگی اونقدر اون فشار آورد که خدا از حالم خبر داره. خودم دیسک کمر دارم، دیسک گردنم دارم، افسردگی شدید دارم، بچه ها هم همینطور. الان پسر من توی یک جمع نمیتونه بشینه، اصلا نمیتونه صحبت بکنه. با منم وقتی صحبت میکنه خیلی کم صحبت میکنه. دخترم ناراحتی قلبی پیدا کرده. من با کمک خیرین تونستم ببرمش دکتر و بعد فهمیدم که مشکل قلبی داره. و بعد مثلا صحبت ادامه میده که چجوری مثلا با کمک بقیه تونسته یه چرخ خیاطی بگیره و خیلی دردناکه. من یک چیزی رو که میخوام بگم اینجا شیوا جان این هستش که شما خودتونم توی صحبتاتون فرمودید که یک در واقع آشنایی نسبی، یعنی در واقع شناخت نسبی که بعد از در واقع جمعه خونین زاهدان و بعد از جنبش زن زندگی آزادی در مورد مردم بلوچستان اومد، یعنی مردم شهرهای دیگه اون رو متوجه شدن، یا با کلیدواژه‌های جمهوری اسلامی که در تمام این سالها با اونها میخواست مردم رو از هم جدا بکنه و با خیال راحت به جنایتاش تو بلوچستان بپردازه. این خیلی مسئله مهمی هستش، حالا اون شناخت نسبی. و یک چیز دیگه هم که من خودم خیلی فکر میکنم که تأثیر داره، حالا علت این که این داستان رو هم گفتیم، اهمیت یعنی مسئله روایتگری هستش. ببینید وقتی که ما میایم یک گزارش مینویسیم یا یک مسئله رو مینویسیم، میگیم که خب امروز اینقدر اعدام توی بلوچستان بود، درصد اعدام ها اینجوری هستش، گزارشی کار میکنیم. خب آدم‌ها با یک در واقع آماری روبرو هستن، با یک گزارشی که خب میفهمن. ولی وقتی که من نوعی میام از اون رنجی که بردم صحبت میکنم، وقتی که مثلا یک شخصی که توی تهران نشسته، توی مرکز نشسته و این واقعیت دردناکیه، یعنی در واقع خیلی حتی نمیدونن وقتی میگیم شهروند درجه 4 یعنی چی، واقعا نمیدونم. وقتی که از فقر صحبت میکنیم میگن که خب توی تهران هم هست، وقتی از اینترنت میگن توی تهران، ولی نمیدونن حجمش چه جوریه. و ببینید وقتی ما فقط یک موضوع رو اگر در نظر بگیریم، مثلا مبحث بیشناسنامگی، آدما نمیدونن وقتی میگن خب شناسنامه ندارن، ولی نمیدونن وقتی که یه شخص شناسنامه نداره یعنی اصلا انسان نیست، یعنی اصلا هیچ به حساب نمیاد، شهروندی نیست. فقط نداشتن شناسنامه نیست، به جز اینکه نمیتونه درس بخونه، اون شخص نمیتونه حتی مثلا کارت بانکی داشته باشه، حتی نمیتونه برای بچه‌ش شیر خوش بگیره، حتی توی صف نانوایی الان باید کارت بانکی داشته باشن، هر جا میره باید کارت ملی داشته باشه، امتیاز آب و برق نمیتونه داشته باشه، نمیتونه مسافرت بکنه، نمیتونه بیمه خدمات درمانی داشته باشه، یعنی اساسا انسان به حساب نمیاد. ما چند وقت من دارم در واقع روی این مسئله کار میکنم که توی پیجم و پیج شیوا آکادمی ما دویم مبحث روایتگری زنان بلوچ، یعنی روایت ها و داستان های زنان بلوچ رو می‌نویسیم که خودشون اون رنج زیسته خودشون رو میگن. مثلا وقتی که یک دختر شناسنامه نداره، از اون رنج بی‌شناسنامگیش که چه جوری توی جامعه با چه عذابی داره زندگی میکنه، یا وقتی که پدر سوختارش کشته میشه و این شناسنامه داره و چقدر این پدر برای شناسنامه دار شدن تلاش کرده، میگه این رو شاید آدم ها بهتر بتونن احساسش بکنن. یعنی وقتی من داستان شهلا رو مثلا بیام بگم یک زنی شوهرش اعدام شد، شاید اون شما رو از این چیز بکنه، قطعا یه انسانی ناراحت میکنه، ولی وقتی خود شهلا داره به اون شکل تعریف میکنه، وقتی خود اون دختر داره تعریف میکنه با اون جزئیاتش که داره میگه، شاید فقط یک روز زندگیشو داره میگه، ولی این خیلی تاثیر داره توی این که در واقع ما اون رنجه رو حس بکنیم. یعنی من خیلی، و هم این روایتگری اون شناخته رو بیشتر میکنه نسبت به اون جامعه، و مخصوصا من یه چیزی که در مورد بحث زنان که دارم میگم، نه اینکه اعدام یا مثلا بیشناسنامه‌ای اینها تاثیر روی مردان نداره، 100% روی زن و مرد در بلوچستان تاثیر داره، ولی من میخوام بگم که رنج زنان مضاعفتر میشه، چون زن در واقع کلا توی
کشور ایران کلا در واقع شهروند درجه دوم هستش. وقتی شما فکر کنید این زن یک زن بلوچ باشه، زن شهروند درجه دوم هستش، بلوچ شهروند درجه سوم هستش، زن بلوچ خودش میشه شهروند درجه چهارم و فکر کنید چقدر این رنج متحمل میشه و که برای در واقع ابتدایی ترین امکانات زندگیش داره برای زنده موندن در واقع میجنگه. من میخوام که یک خواهشی از شما دارم که به عنوان یک روانکاو شما چقدر میبینید اهمیت این روایتگری؟ چون من خیلی دارم سعی میکنم که مخصوصا زنان بلوچ رو تشویق کنم به اینکه روایت ها و داستان های خودشون رو بنویسن و بیان بکنن، برای که توی گفتن اونها اون روایت گویی خیلی در واقع آگاهی بیشتری داره تا نوشتن من در موردش. نظر شما در مورد این مسئله چی هست شیوا جان؟ ببین دو مورد هست که گفتیم، یکی نداشتن شناسنامه که دوست دارم اشاره کنم، یکی هم زنان که راستش من حتی بهشون شهروند نمیگم، معنی شهروند معنی داره، حقوق داره. من فکر نمی کنم زنان یک چیز هستن از لحاظ جمهوری اسلامی، حتی انسان نیستن از نظر اونا. ببین مسئله شناسنامه نداشتن، درست میگین. من شاید فکر کنم خیلی ها تو جریان همین زن زندگی آزادی متوجه شدن که تعداد زیادی شناسنامه ندارن. 500,000 نفر حدوداً، چیزی که آمار غیره، و فکر کنین جمعیت 5 میلیون نفره. دقیقا. و شما وقتی که نگاه میکنین، درسته از حقوق اجتماعی که خودش حداقله و چیزی نیست برخوردار نیستن، ولی من میخوام بگم حتی از لحاظ روحی روانی برای اون بچه‌ای که به دنیا میاد و وجود نداره، اینجوری باید بگیم، میدونی هیچ جایی وجود نداره، من به دنیا اومدم ولی اسمم چیه، اسم پدرم کجا نوشته شده. من یادم زمانی که همین یه گزارشی کمیته آزادی زندانیان سیاسی در رابطه با کودکان شکنجه و به قتل میرسن توسط جمهوری اسلامی در آوردیم که یه سری از کودکانی که کشته شده بودن چند نفرشون مال بلوچستان بود، حتی عکس نداشتن، هیچ اسم فامیلی نداشتن، دقیقاً. ببخشید همینجا این من شما رو ببخشید وسط کلامتون، بیش از 100 نفر کشته شدن ولی ما فقط شاید 30-40 نفر عکس داشتیم، یعنی حتی عکس 3x4 هم نداشتن. این خودش مشخص میکنه اون حجم درد و فقر رو. دقیقاً. به قول یکی از فعالین بلوچستان میگفت چرا فکر میکنی خیلی عکس‌ها و ویدیوها نمیاد بیرون؟ به خاطر اینکه خیلی‌ها حتی تلفن ندارن که این کار رو انجام بدن. در نتیجه میدونین فقر بلوچستان در این قرنی که هستیم غیر قابل تصوره. من فکر میکنم چون اینقدر دردناکه بعضیا ترجیح میدن بهش فکر نکنن. و در نتیجه وقتی شما به شناسنامه نگاه میکنین، فقط محرومیت از اون حقوق محدود نیست، اون بچه بزرگ میشه با حس به یه معنی بی‌هویتی. من متعلق به کجام، کی هستم، حتی من بمیرم کسی نمیدونه چون اصلا ثبت نشدم. یعنی شما وقتی که یک لحظه خودتون رو بذارین جای بچه‌ای که این به این احساسو داره، بزرگ میشه با حس بی‌هویتی، بزرگ میشه با این حسی که من ارزش ندارم، من اینقدر ارزش ندارم که یک برگه کاغذ داشته باشم به عنوان معرفت. در حالی من فکر میکنم، من یعنی دعوت میکنم از همه، وقتی میگیم بچه‌هایی که اونجا شناسنامه ندارن و خیلی هاشون حالا بزرگسالن در واقع شناسنامه ندارن، به این فکر کنیم این چه معنی میده برای اون انسان. و در رابطه با روایتگری به نظر من واقعا دستتون در نکنه، خیلی مهمه. چون ببینین من متوجه هستم از لحاظ روحی روانی ساده نیست بشینیم در مورد درداتون صحبت کنیم. من فکر کنم یه دلیلش اینه آدم رو صحبت نمی کنن. یک به خاطر اینکه اگر صحبت کنن تمام اون حس و تمام اون چیزایی که تجربه کردن دوباره میاد بالا براشون. دو، وقتی که انسانی مثلا زنان به نظر من در خیلی از جوامع پایینن. تو بلوچستان شما طبقه بندی کردین به درستی، پایین تر از هر چیزی هستن. و در نتیجه وقتی شما نگاه میکنین، خب یک زنی که از همون به دنیا آمدنش ارزشی نداشته، ناخودآگاه با خودش میگه که خب کی واقعا حرفای منو میشنوه؟
برای چی اهمیت داره؟ یاد میگیره با این حس بزرگ بشه و در نتیجه نمیگه. سوماً مسئله آبروداری. دقیقا. من چرا در مورد وضعیت زندگیم صحبت کنم؟ چرا باید اینو بگم؟ و همین ناامیدی که چی میشه؟ اما میخوام قدرتشو بگم به عنوان یک فعال، به عنوان روانکاو. ببین شما وقتی که در رابطه با دردتون صحبت میکنین، اولا دارین دوباره اینو بازگو میکنین، دارین ثبت میکنین. همه شهلا برای مثال، همین زنی که این ویدیو دردناک رو گذاشته، هیچ کسی میدونست وجود داره؟ نه. درسته؟ خیلی های دیگه وقتی که شما میاین و روایت میکنین اون بخشی، طبعا آدم ها باید انتخاب داشته باشن چه بخشی رو میخوان صحبت کنن. خود شهلا ممکنه خیلی بخشا رو نخواد بگه، اشکال نداره، ولی اون بخشی که خودش انتخاب میکنه بگه مهمه. من میخوام یه مثال براتون بیارم خارج از بلوچستان. اگه یادتون باشه زمان زن زندگی آزادی به تعداد زیادی در واقع تجاوز کردن. اون ابتدا کسی در موردش صحبت نمی کرد، چون چرا؟ طبعا تجاوز شکنجه که اصلا حالا جاش نیست بهش بپردازیم، یه معنای دیگه ای داره، یه تاثیر دیگه ای داره، یه قبح دیگه ای داره. اما ما متوجه شدیم که کم کم شروع کردن زندانیان و مخصوصا زنان در مورد اینکه بازجو چطور بهشون دست زده، چطور تعرض جنسی کرده، شروع کردن بازگو کردنش. حتما اون سخت هستش، ولی خود روایتگری، خود بازگو کردن این، یعنی شما دارین این قبحش رو میشکنین، شریک میکنین اون چیزا، در واقع با دیگران شریک میشین که من چه احساسی دارم، حس همدردی میگیرین. همه اینا برای التیام یک روابط فوق‌العاده مهمه. شهلا وقتی که اینا رو میگه و حتی به این فکر میکنه که تعداد زیادی، اصلا بگو فقط 100 نفر، 1000 نفر حرف منو، درد منو شنیدن. اون همسرم که از بین رفته الان دیگه همه میدونن، الان دیگه میدونن چه زجری کشیده. این ساکت نمونده. این بخشی از اون دستیابی به عدالته. وقتی شما در ایران تحت جمهوری اسلامی ندارین بدونین، اولا هیچ گونه به اصطلاح دادرسی وجود نداره، وکیلی وجود نداره. وکیلم وجود داره، راستش خیلی وقتا اصلا معنی نداره، چون وکیل اجازه نداره تو دادگاه صحبت کنه خیلی هاشون. و وقتی که نگاه میکنین، خب تمام اینا، وقتی که من در شرایط ایران در بلوچستان هستم، زنی که سیاسی هم نیست که توجه خیلی ها بهش جلب بشه، زنیه مثل خیلی زنای دیگه که در فقر زندگی کرده و اینجوری همسرش رو اعدام کردن و هنوزم در فقر زندگی میکنه. این آدم وقتی که نمیتونه دادخواهی کنه، نمیتونه حق همسرش رو بگیره، ولی یک انتخاب داره. تعداد بیشماری، من اینو میگم برای عزیزانی که این صحبت ها رو میشنون که بهش فکر کنن، تعداد بیشماری در دنیا وجود داره که اون حس انسانی رو داره که با شما همدردی کنه. همدردی کردن یعنی شما دردتون رو با یکی صحبت میکنین و تقسیم میکنین. خود اون کمک میکنه به التیام. داستان شما ثبت میشه. بله ممکنه یکی 1000 تا زجر بکشه، متاسفانه جانش رو از دست بده و هیچکی هم ندونه، ولی میتونه اون دردش رو بگه تا اون حدی که خودش انتخاب میکنه. اون دردش رو بگه و این ثبت میشه. نه تنها از لحاظ اینکه آدما میشنون، شما که همین روایت ها رو دارین ثبت میکنین، دارین دادخواست میدین علیه جمهوری اسلامی. شما فردا اینا رو میتونین به عنوان ستم بر زنان به مقامات جهانی ارائه بدین. یعنی وقتی که شما فرض کنین کم کم تعداد بیشمارتری میان روایت میدن، یعنی سندسازی میکنن. نه تنها از لحاظ روحی روانی التیامی میگیرن، بلکه میدونن که اگر نمیتونن خودشون اونجا دادخواهی کنن، با این روایت میتونیم سندسازی کنیم. همسرم میدونه بیگناه. الان به جای من و همسرم هزاران نفر میدونن همسرم بیگناه بود. داستان همسرم رو میدونن. من اینو میگم به خاطر اینکه خیلی از عزیزانی که بعدن هم این صحبت ها رو میشنم و خوشحال میشم، هر سوالی داشتن، هر چیزی بود، خوشحال میشم صحبت کنیم. چون این انتخاب، ما انتخاب میکنیم بین اینکه سکوت کنیم، انتخاب به اجبار منظورمه، چون سخت صحبت کنیم. ولی شما فکر کنید وقتی شما همینجور به سادگی یک دردی دارین، آیا دوست ندارین یکی
به شما گوش بده؟ احساس بهتری نمی کنین؟ بتونیم با یکی گریه کنیم، بدونیم با یکی صحبت کنیم؟ چون اون آدم به شما اهمیت میده، چون شما مهمین. و من میگم تک تک این زنانی که در بلوچستان هستن و تحت ستم غیر قابل تصور هستن، فقط باید اینو بگم، تعداد بیشماری در دنیا هستن که گوش شنوا دارن که وضعیت اینها مهمه. ببین خودتون رو نگاه بکنین، شما دارین این روایت ها رو جمع میکنین، شما دارین به این زنان میگین که شما اهمیت دارین. خب پس در نتیجه میتونیم این کار رو نکنیم، ولی اگر بتونیم بازگو بکنیم اون بخش دردی رو که میخوایم، ما برای بچه هامون هم این کار رو میکنیم. اگه شهلا اینو میگه، ما الان با بچه های شهلا، فکر کنم گفت دخترش اسمش دنیاست و پسر 4، ما الان با درد اونام آشناییم. این چه کار دیگه میکنه این روایتگری؟ من و شما و هزاران نفر دیگر رو به تحرک بیشتری وامی داره. فردا وقتی که میگن اعدام در بلوچستان، گوشمون شنواتره، به ابعادش فکر میکنیم. یعنی این بازگو کردن و روایتگری نه تنها در سطح شخصی و برای التیام ترومامون کار میکنه، بلکه در سطح اجتماعی کمک به سندسازی میکنه، کمک میکنه آدما آگاه بشن. اگر بچه های شهلا کوچولو هن، نمیدونن چی کار بکنن با این دردشون، شهلا داره بازگو میکنه اینو. چون من دیدم به انگلیسی هم ترجمه شده صحبت های شهلا. میتونن فقط وایس بذارن، میتونن صحبت بکنن. وقتی که اون مورد زندان رو که گفتم صورت گرفت، زنان اومدن و صحبت کردن در مورد تجاوزها و تعرضات جنسی که شده، اون باعث شد تعداد بیشتری تشویق بشن و تمام اینا باعث شد صحبت‌های اونا یک سندی شده که نشون بده در زندان‌ها چیکار میکنن. در نتیجه منظورم اینه، ممکنه هیچ کسی رو نداشته باشه، حتی فامیلی هم نداشته باشه، ولی انسان‌های بیشماری هستن در دنیا حاضرن. چون ببین درد یه چیزیه که لازم نیست چه زبونی حرف میزنی، لازم نیست مال کجا هستی. من همیشه میگم وقتی مثلا همین الان شما درد داشته باشید، صورتتون اینجوری بشه، من اولین عکس العملم اینجوریه، چی شده. چون این حس همدردی تو ماها وجود داره، یاد میگیریم از همون بچگی. برای همین به نظر من اون روایتگری ابعاد بیشماری داره که میتونه خیلی کمک کنه به حتی اینکه اون فرد بتونه یک حدی التیام بگیره و به عدالت دسترسی پیدا کنه. خیلی عالی بود، خیلی مرسی شیوا جان. من خودم شخصا خیلی یاد گرفتم از شما، ولی دقیقا من همین رو میخوام بگم. حتی میدونم که خیلی سخته، من خودم این تجربه رو داشتم. وقتی که شروع میکنی به حرف زدن و روایت کردن اون رنج زیسته خودت، واقعا تمام اون رنج ها دوباره زنده میشه و خیلی سخته بیان کردنش. ولی یک مسئله‌ای که هستش، من میدونم با تمام این رنج، حالا هر با همونطور که شما گفتین خودتون انتخاب کنید که کدوم قسمتش رو بگید، ولی مهمترین قسمتش اینه که اولا آدم‌های بسیار زیادی هستن که این رنج مشترک رو دارن و به اونها این شهامت و جرأت رو میده که اونها هم صحبت بکنن، چون میدونن صداشون شنیده میشه. و مهمتر از همه این هستش که در این یک نوع دادخواهی، همونطور که شما گفتین به حساب میاد که در واقع در فردای پس از جمهوری اسلامی، زمانی که در واقع جمهوری اسلامی رو در واقع دولت ایران به دادگاه‌های بین‌المللی کشونده میشن، اینها همش سندهای شفاهی هستن، سندهایی هستن که از جنایت‌های اینها باقی میمونه، از رنجی که زنان، رنج مضاعفی که زنان در واقع بلوچ، ترک، کرد، عرب و بیشتر به همه زنان، ولی خب این زنان بیشتر اون رو تجربه کردن و باعث و من چیزی رو که دیدم توی روایت‌های قبلی هم که بود، من دیدم که خیلی افراد بودن که حتی این با ارتباط گرفتن، مثلا ما تونستیم ارتباطشون ایجاد بکنیم، خیلی بهشون کمک شد. یعنی آدمایی پیدا شدن که به اونها بگن که تنها نیستن توی این رنج، حتی اگر شده یک ذره از گوشه‌ای از اون رنج رو مثلا با کمک همدیگه بتونن حل کنن. و این که مهمتر از همه، الان یک عالمه آدم میدونن که شوهر شهلا و شوهر شهلاهای بسیار زیادی، شوهراشون، فرزندانشون، پدرانشون بیگناه اعدام شدن. ما اینا رو زیرنویس کردیم، فقط
فقط به خاطر اینکه میخوایم به جامعه بین‌الملل نشون بدیم گوشه ای از اون در واقع رنج انسان بلوچ رو که چه جوری در واقع بدون که ما رسانه‌ای نداریم، که در واقع بدون اینکه در واقع هیچ واقعا خالصانه و صادقانه اونطوری که باید اخبار بلوچستان رو منتشر بکنه و اینها خیلی مهم هستش که گفته بشه. خیلی ممنونم شیوا جان ازتون، خیلی دوست داشتم بیشتر از شما بشنوم ولی چون میخوان لایو سیو بشه ظاهرا شاید 1 ساعت نمیشه. ممنونم از اینکه واقعا میدونم سر کار بودین، خسته بودین، تشریف آوردین، من خیلی استفاده کردم از صحبتاتون. این لایو رو حالا سیو میکنم، با شما کلاب میکنم و که دوستان صفحه شما رو هم ببینن که اگر سوالی چیزی داشتن حالا مزاحم شما بشین دوباره. یه دنیا سپاسگزارم از شما و از همه دوستانی که ممنونم که با ما بودن امروز و گوش کردن و ممنون میشم که این لایو مهم رو به اشتراک بگذارید و روایت های خودتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید. منم خیلی تشکر میکنم فریبا عزیز و از دوستان. حتما این یه بحث ادامه داره. بله. هر صحبتی شد میتونیم ادامه بدیم. به نظر من ما باید اون روایتگری رو اینقدر ترویج کنیم آدما نتیجهشو ببینن که بتونن تعداد بیشتری بیان روایتگری بکنن. خیلی ممنون از شما. خسته نباشید. مرسی از همه دوستان عزیز. خسته نباشید. خدا نگهدارتون.